تازه افتادن توی یه ویدیو خفن واردی خوش اومدین. این ویدیو اومدیم نقد و بررسی اکانت‌های فوتبال شما پارت 1 در یوتیوب میذاریم، پارت 2 در چنل آپارات. الان شما میگید چرا پارت 2 تو آپارات؟ چون یه ویدیو گذاشته بودیم تو آپارات و اون ویدیو مشکل داشت، اما ویدیو پاک نکردیم، مونده اون ویدیو. به خاطر همون یه دونه ویدیو دیگه تو آپارات میذاریم. حالا اومدیم نقد و بررسی کنیم اکانت‌های شما رو. این اکانت 3157 لوئیس دیاز 99، استرود 103، لوئیس سوارز 105 امباپه و اولیسه کرزن رایگان. غیر رایگان 3 داره. اکانت خوبیه، بهش نمره بدن نمره 4 میدم. ما سراغ اکانت دیگه. این اکانت 3123 مربی خوبی هم نداره. غیر رایگان کسی رو نداره. سیستم بازش خوبه، نمره 3 بهش میدیم. بریم اکانت دیگه. این اکانت خوبی، ببینید پک پرتغال گرفته ولی میتونست پک پرتغال هم نزنه، اما هم کار خوبی کردم. یه جوری میگیم که کار متوسط بود. من 1 دقیقه نشستم بغلتم باز 1 دقیقه آدم با... اما در کل بگیم کار خوبی رو کرده، چون که ریسکی کارش. تعویضی باتیستوتا 103 که 500 تا کوین میتونید بگیرید. در کل اکانت خوبی، نمره بهش 4.5 میدم، چون سیستم بازی هم خوبه مثل خودم گذاشته. بعد میایم بالا. این اکانت دنی اولمو 106 105 همون، چون که مربیش سیفه. دفاع شب 105. مهاجم نوک فران تورز یامین یامار. خب آقا یه کمی بازی کنین این اکانت چیکار میشه؟ اکانت هم گاد است ولی میتونه بازیکن بهتر هم بگیره. در کل نمره بهش 5.9 میدیم. اکانت خیلی گادیه، میتونه بازیکن بهتر هم بگیره، مربی هم بگیری داداش. اکانت خوبی بودین. اکانت دیگه 3192 بچه امباپه 105 104 فریبو اینزاگی 101 همون کرزنه 106 کرایوفه 104 انواز کنه ایسانتت. فکر کنم عده ژاپنیا کره جنوبی بود. این بازیکن خیلی خوبی داره. تعویضی هم نیمار کرزن رو داره که خیلی خوبه. در کل ترکیب عالی و خفنیه، نمره 6.5 بهش میدیم. بریم سراغ اکانت دیگه. این اکانت خیلی ایزر اشتباه داره. تو کوکولیا گذاشتی دفاع زد، این اشتباه خیلی بدیه. کوکولیا بذار دفاع شب داداش، این اشتباه. آفاکی تو خوب گذاشتی. ببین یه ذره نیمار اساس بازی میکنه آفرین، ولی سردیجینی اونور زیاد خوب بازی نمیکنه. اینو باید بگم. وینگر راست مثل مسیو بذار، مسی 103 خوبه. بعد ویرونی هم خوب بازی میکنه، تعویضی هم میتونی ویرونی هم بیاری. حالا این چیزی بگم همین خوبه دیگه. شفچنکو هم نیمه دوم به جای آرند بیاری. اکانت خوبیه. دفاع راست انگار نداری. آره دفاع راست نداری. دفاع راست یه جورایی خوبتر کن. ساکا پوست تخصص دفاع راست نیست، اما درست کنین. اکانت خوبی در کن، نمره بهش نمره 7 میدم. اگه این نشو درست میکردی دفاع راست و اینا رو بالاترت میدادم. تا این پارت بس بچه. پارت دیگه اگه خواستین تو ویدیو بگید، تو کامنت ها بگید. میگم ویدیو تو کامنت ها بگید رفقا. پارت بعدی هم میذارم. نقد و بررسی هم نمیخواستم ویدیوشو بزنم، اماعت نشده بود، اما چون که مشکل داشت ویدیو، به خاطر این ویدیو رو هم تو چنل یوتیوب هم تو آپارات گذاشتم. تا پارت و ویدیو بعدی، خدا نگهدار.